سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. موضوع امروزه کردار بندگان کسب آنان است. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند و جمیع افعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، والطاعات كلها ما كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره، والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. یعنی تمام افعال بندگان از قبیله حرکت و سکون در حقیقت کسب و دستاوری خود آنهاست و خداوند متعال خالق و آفریدگار آن است. تمام این افعال به مشیت و علم و قضا و قدر خداوند متعال انجام می گیرد. تمام طاعات و عبادات که ثابت است به امر خداوند متعال و با محبت و رضا، علم و اراده و قضا و قدر او تعالی است. تمام گناهان و نافرمانی ها به علم و قضا و تقدیر و اراده خداوند متعال است، نه با محبت و رضا و امر او تعالی. اکنون بیایید شرح گفته های امام را دیده برایم. امام در اول گفتند که تمام افعال بندگان از قبیله حرکت و سکون در حقیقت کسب و دستاوردی خود آنهاست و خداوند متعال خالق و آفریدگار آن است. یعنی هر آن عملی که بنده اجرا می کند، خواه از گناه باشد، خواه از کارهای خیر باشد، هر آن کاری که می کند این کار کسب اوست، اختیار اوست، لکن خالق این کارها خداوند است، چون تنها اوست آفریدگار. بعضی گروه ها بودند که می گفتند که کارهای خیری که انسان انجام می دهد اینها را خداوند می آفرد و کارهای بدی که انسان انجام می دهد اینها را انسان خودش می آفرد. و این عقیده را جمهور علمای ما رد کرده می گویند که همه کارها از جمله کارهای گناه و کارهای ثواب را همشان را خداوند می آفرد، ولیکن بعضی از شخصان کارهای ثواب را اختیار می کنند و خود آنها را کسب می کنند و بعضی دیگران باشند کارهای گناه را اختیار می کنند و آن را کسب می کنند. و امام در دوام گفتند که تمام این افعال به مشیت و علم، قضا و قدر خداوند متعال انجام می گیرد. و این چنین می گویند تمام طاعات و عباداتی که ثابت است به امر خداوند متعال و با محبت و رضا، علم و اراده و قضا و قدر او تعالی است. یعنی هر آن عبادت هایی که بنده انجام می دهد با محبت، رضا، علم و اراده و قضا و قدر او تعالی انجام داده می شود. یعنی علم خدا در این بود، اراده خدا در این بود، قضا و قدر خداوند در این بود و این چنین محبت و رضاگی خداوند در انجام دادن این عبادت ها بود. و در دوام امام ابو حنیفه رحمه الله می گویند تمام گناهان و نافرمانی ها به علم و قضا و تقدیر و اراده خداوند متعال است، لیکن نه با محبت و رضا و امر او تعالی. یعنی هر یک شخصی که گناه می کند،
هر یک شخصی که نافرمانی خداوند را می کند، این به علم خداست، یعنی خداوند این را می دانست. به قضا و تقدیر و اراده خداوند است. خداوند می دانست که همین انسان در عصر 21 تولد شده همین کاری بد را، همین گناه را انجام می دهد. آن را در تقدیرش نویست. با علمش می دانست و آن را در تقدیرش نویست. یعنی اختیار این گناهکار را خداوند در ازل می دانست که همین انسان تولد شده در این دنیا همین کار گناه را می کند، همین را با علمش دانسته و در تقدیرش نویست. ولیکن نه با محبت و رضا و امر او تعالی، یعنی خداوند این گناه را دوست نمی دارد و در انجام دادن این گناه راضی نیست و این چنین به این گناه خداوند شخص را امر نکرده است، بلکه خود این شخص گناهکار با کسب خود، با اختیار خود این کار گناه را انتخاب کرد. برای چی علمای ما نگفتند که کارهای بد را خود انسان آفریده است؟ به آن خاطره که انسان را در مقابل خدا آفریدگار نشماریم، چون انسان آفریدگار نیست. انسان آفریده شده است و هر آن عملهایی که او انجام می‌دهد نیز آفریده شده اند. دوستان عزیز، خلاصه درس این است که خداوند آفریدگار ما انسان هاست و آفریدگار همه عملهای ماست، از جمله عملهای صالح و عملهای بد. ولکن ما شخصان تقسیم می شویم به دو گروه. گروه اول این عملهای صالح را اختیار کرده، کسب کرده انجام می دهد و گروه دوم باشد عملهای بد را اختیار کرده، انتخاب کرده کسب می کند. پس هر یکی از ما با آن چیزی که اختیار کردیم در روز قیامت جواب می گوییم و آفریدگار همه این عملها خداوند است. به این سبب امام ابو حنیفه عقیده آن شخصانی که می گفتند که کارهای خوب را خداوند می آفرد و کارهای بد را آدمها خودشان می آفرند، بر ضد این عقیده برآمده چنین نوشتند که همه کارها را خداوند می آفرد، لیکن انتخاب کارهای صالح به اختیار شخصان است و این چنین انتخاب کارهای بد به اختیار شخصان است. برای این انتخابش در روز قیامت جواب می دهد. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.